کتاب‌های بزرگ جهان، ترجمه و تالیف احمد شهشهانی، جلد دوم، قسمت دوم. ابن سینا. قانون در طب. قانون در طب دایره المعارف پزشکی ابن سینا، فیلسوف بزرگ ایرانی است. این اثر در تاریخ پزشکی در قرن 11 پلی بسیار حیاتی در جهان را بنا کرد و مجموعه دانش‌ها و نظریه‌های مشاهیر یونان باستان را که اغلب در اروپای قرون وسطی فراموش شده بود، با سنت‌های ایران و هند و بهترین درک پزشکی معاصر گرد هم آورد. قانون در طب پیشینه پزشکی را تا آن زمان حفظ کرد، اما پایه‌های علم پزشکی مدرن و مبتنی بر تجربه را نیز بنا نهاد. این کتاب با بیش از 1,000,000 کلمه در سال 1205 میلادی تکمیل شد و در قرن 12 به لاتین و 100 سال بعد به عبری ترجمه شد. گردآورنده آن ابن سینا فوق‌العاده با استعداد و همه چیزدان بود. نام او در لاتین اونسینا، ترجمه عبری ابن سینا و به طور کامل ابو علی حسین ابن عبدالله ابن سینا است. او در حدود سال 980 میلادی برابر با 359 خورشیدی در نزدیکی شهر باستانی بخارا، پایتخت سامانیان در ازبکستان امروزی به دنیا آمد و توسط یک معلم خصوصی آموزش دید. او که از نظر فکری زودرس و استثنایی بود، در سن 18 سالگی درمانهای جدیدی را برای بیماری کشف کرد و در اوایل 20 سالگی پزشک شخصی سلطان نوح ابن منصور از سلسله ایرانی سامانیان در بخارا بود. معالجه سلطان از یک بیماری خطرناک باعث شد که ابن سینا پزشک جوان به کتابخانه غنی و وسیع سلطان دسترسی پیدا کند و در آنجا به تحقیق و نوشتن کتاب‌هایی در زمینه علوم، ریاضیات، حقوق و اخلاق بپردازد. با سقوط سامانیان و مرگ پدرش، ابن سینا عالمی سرگردان شد که از شهری به شهر دیگر کوچ می‌کرد و برای مدت کوتاهی در ری نزدیک تهران امروزی و قزوین در شمال غربی ایران ساکن شد. مدتی نیز در شهر همدان در غرب ایران به عنوان پزشک دربار شاهزاده شمس‌الدوله از سلسله آل بویه، یکی از خاندانی که کنترل امپراتوری عباسی در بغداد را به دست گرفته بودند، منصوب گردید. ابن سینا مانند پدرش وارد خدمات دولتی شد و 2 بار به عنوان وزیر یا رئیس الوزراء منصوب شد. اعتقاد بر این است که ابن سینا در این دوره کار روی 3 جلد کتاب قانون، به عربی القانون فی الطب را آغاز کرده است. در این کتاب آموخته‌های بقراط و ارسطو از قرن 5 و 4 قبل از میلاد با تعالیم جالینوس، پزشک مشهور دیگر یونانی در امپراتوری روم در قرن 2 بعد از میلاد، در کنار هم جمع آوری شدند و به آنها نوشته‌های پزشکان ایرانی و هندی و مشاهدات خود ابن سینا و نوشته‌های معاصران او افزوده شده است. بخش‌های مختلف کتاب به تشریح اعضای بدن، فیزیولوژی، آسیب‌شناسی عمومی و مطالعات دقیق بیماری‌های خاص همراه با توضیحاتی درباره داروهای ساده و ترکیبی که ممکن است برای درمان از آنها استفاده شود می‌پردازد. این یک موفقیت بزرگ در سازماندهی و طبقه بندی است. برای مثال ابن سینا فهرست 15 نوع درد مختلف را تهیه می کند. دردهای خسته کننده، فشرده کننده، فرساینده، کسل کننده، خفیف، سنگین، حاد، تحریک کننده، خارش، سوزش، آرام شده، ناگهان و شدید، بریدگی، عصبی و تنش‌آور و تپش‌آور. در عین حال وسعت منابع ابن سینا و جزئیات درک او با یک علاقه جدی و عملی به جراحی و به کارگیری دانش پزشکی همراه است.
برای مثال از جمله جراحی‌هایی که تشریح شده، باز کردن راه‌های هوا در ریه با یک نی که در مواد نرم پیچیده شده برای کمک به تنفس است که با قرار دادن لوله‌ای طلایی یا نقره‌ای در حلق انجام می‌شود. یا به عنوان آخرین علاج انجام جراحی نای یا تراکئوتومی برای رساندن هوا به ریه ها است. ابن سینا تکنیک هایی را برای بیهوش کردن بیماران و تسکین درد توصیه می کند. از جمله استفاده از ریشه ترنجبین یا تریاک. به گفته او نه بیشتر از 2 دانه یا مقداری به اندازه یک عدس بزرگ به صورت خوراکی برای بیهوشی قبل از قطع عضو یا برداشتن یک غده سرطانی روش پیشنهادی دیگری برای جراحی است. ابن سینا همچنین توصیه می کند که از تریاک می توان به صورت موضعی برای تسکین درد استفاده کرد. بسیاری از گیاهانی که او به دلیل خواص درمانیشان توصیه می کند قبلا در پزشکی مورد استفاده قرار نگرفته بودند. او پیشنهاد می کند که زخم‌ها باید با شراب شسته شوند، به این معنی که او با اثرات ضد عفونی کننده الکل آشنا بوده است. او قوانینی برای آزمایش داروها از جمله نیاز به خلوص، استفاده بدون اطلاع بیمار و مشاهده دقیق مدت زمان تأثیر و نتایج دارو تعیین می کند. قانون در طب همچنین یکی از اولین متون پزشکی باقی مانده است که نشان می دهد نبض ناشی از ضربان قلب است و ابن سینا پیشنهاد می کند ضربان نبض بیمار را می توان از طریق احساس مچ دست سنجید. گفته می شود که او تنها با استفاده از این روش قادر به تشخیص بیماری های خاصی بوده است. اگرچه آموخته‌های دوران باستان در اروپای روزگار ابن سینا تا حد زیادی فراموش یا نادیده گرفته شده بود، اما در جهان عرب مطالعه پزشکی یونان باستان، ایران و هند به خوبی جریان داشت. محققان دانشگاه معروف فلسفه و پزشکی گندیشاپور در جنوب ایران متون یونانی را که قرنها قبل توسط راهبان بیزانس و اسکندریه به زبانهای عربی، سریانی و سایر زبانهای خاورمیانه ترجمه شده بود مطالعه می‌کردند. قانون در طب اولین کتابی بود که همه این منابع مختلف دانش پزشکی را گرد هم آورد و به جامع ترین و کاربردی ترین اثر در مورد پزشکی در قرون وسطا هم در اروپا و هم در جهان عرب تبدیل شد. این کتاب بسیار روشن، مختصر و معتبر بود و راهنمودهای آماده ای را ارائه می کرد که پزشکان می توانستند برای درمان بیماری ها از آن استفاده کنند. از برخی جهات و علیرغم نوآوری‌های ابن سینا، پذیرش دانش و معرفت پیشینیان توسط او باعث ماندگار شدن بعضی از نکات جانبی در پزشکی شد. ابن سینا نظریات بنیادی مانند اعتقاد به 4 خلط بدنی، خون، صفرا، سودا و بلغم را که به ترتیب نشان دهنده هوا، خاک، آتش و آب هستند را مورد پرسش قرار نمی دهد و به اعتقاد او عدم تعادل بین آنها در بدن باعث بسیاری از بیماری ها می شود. در واقع تا حدی به دلیل اقتدار ابن سینا این اعتقادات به صورت یک پایه اساسی علم پزشکی در قرون وسطا درآمد. مشاهدات عملی ابن سینا بسیار دقیق و درمانهای او به همان اندازه قابل اعتماد بودند و در زمان او به آنها عمل می شد. علاوه بر این، توصیه‌های او در مورد تجربه، مشاهده و آزمایش عملی به عنوان مبنای پیشرفت پزشکی قرار گرفت و معروفیت کتاب قانون را به عنوان یکی از متون اصلی علم پزشکی هرچه بیشتر کرد. قانون در طب اولین کتاب پزشکی بود که نظریه‌های خود را بر اساس شواهد و آزمایش‌های عینی استوار می‌کرد. در ادامه نکاتی را مطرح می‌کنیم که محافظه‌کاری فلسفه ابن سینا و همچنین اعتقاد او را به تغییرات بنیادی درمان‌های پزشکی نشان می‌دهد. 1. فلسفه طبیعی از 4 عنصر صحبت می‌کند و نه بیشتر.
پزشک باید این را بپذیرد. دو تا از این عناصر سبک و دو تای دیگر سنگین هستند. عناصر سبکتر آتش و هوا، زمین و آب سنگین ترند. عناصر سبک برابرند با ضعیف، مذکر به دلیل دهنده بودن یا سرآغاز زایش، مثبت یا فعال، آسمان. عناصر سنگین برابرند با قوی، مؤنث به دلیل دریافت کننده بودن، منفی، منفعل، زمین. 2. 3 گروه از مواد تسکین دهنده درد وجود دارند. 1. برخی بر ضد علت درد هستند و علت را از بین میبرند، مثل شوید، بذرکتان که میتوان ضماد کرد و روی محل درد قرار داد. دوم، موادی که با تندی تب مقابله میکنند یا آن را تسکین میدهند. خواب آور هستند یا قوای حساس را آرام میکنند یا تسکین میدهند و فعالیت آنها را کاهش میدهند، مانند نوشیدنی ها، شیر، روغن، داروهای محلول در آب و غیره. سوم، موادی که باعث تضعیف احساس درد در قسمت درد می شود، مثل تمام مواد مخدر و داروهای خواب آور. اولین گروه از این 3 دسته از همه مطمئن ترند. با اختراع ماشین چاپ در اروپا در قرن 15 کتاب قانون در سراسر این قاره منتشر شد و نسخه لاتین آن 16 بار بین سالهای 1470 و 1500 به طور مکرر چاپ شد و در 100 سال بعد 20 چاپ دیگر را پشت سر گذاشت. از آن پس این کتاب با افزودن مطالب بیشتر، اظهار نظرها و تجدید نظرهای بیشتر توسط نسل‌هایی از محققین به صورت یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های درسی در دانشکده‌های پزشکی اروپا تا قرن 17 باقی ماند. در مورد شخص ابن سینا، سالهای پایانی او شاهد کار پربار و همچنین زندان و تبعید بود. او ضمن اینکه مشغول نوشتن قانون بود، روی یک متن بزرگ و موفق دیگر نیز کار میکرد و آن اثر عظیم علمی و فلسفی او کتاب الشفا یا کتاب شفا بود. اما مرگ شمس الدوله دیلمی حاکم همدان در سال 1022 میلادی به این معنا بود که ابن سینا برای مدت کوتاهی زندانی و سپس مجبور به تبعید شد. او به اصفهان در مرکز ایران پناه برد و 15 سال باقی مانده از عمر خود را در آنجا گذراند. در آنجا در دربار علاءالدوله تا هنگام مرگ وزارت او را به عهده داشت و 2 کتاب بزرگ خود را تکمیل کرد. ابن سینا همچنین شرحی از برداشت‌های فلسفی خود، یعنی کتاب الاشارات و التنبیهات، احکام و توضیحات، خلاصه کتاب الشفا و بیش از 200 رساله کوتاه در موضوعات مختلف فلسفی و علمی نوشت و کتاب‌های دیگری که در این روزگار از دست رفتند. او در سال 1037 همراه با حاکم اصفهان در حین لشکرکشی به شهر همدان که زمانی در آن زندگی کرده بود درگذشت. ابن سینا با شهرت پس از مرگش به عنوان یکی از بزرگترین فلاسفه اسلام در قرون وسطی به شمار می رود و آرامگاه او در همدان هنوز مورد تمجید و تکریم است.